خوش اومدین به تاجیکستان. چه احساس شما را فراگیر است؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بسیار خوشحال شدم که من آزاد شدم از دست ظالمان، از ظلمو، از سیتم، از همه خلاص شدم. من خودم رو نمیدانم، به هیجان آمدم، در کجا ایستادنم، چه خیل چی گفتنم، همش چه خیل خودم رو حس میکنم و گویا که به هیجانم. اینا کودکای شما نه؟ البته اینا همش فرزندانم هستن. اینا همه فرزندانی منن. بسیار یک احساس خوب شما را فراگیر است. چه پیشواز گرفتن؟ البته بسیار نغز مرا وزارت کارهای داخلی بسیار نغز پیشواز گرفتن و رفتیم یک دو سخن گفتم و باز پشت من فرزنده آمدن مرا به خانه بردن. انشالله این روز باشد آمدم گفتم که با شما کمی سخن کنم و باز به خانه برگردم. در آینده شما با چی کارو مشغول هستین؟ همچون زن، مادر؟ انشالله که دیگر به چی کارها مشغول شوم. پشت همین فرزنده شکرانه کرده سرشان اسیله کرده در خانه نیستن. و همه زنها چی تمنا داره مادرها؟ و زنها چی گفتنیم؟ و زنها گفتنیم که هیچ وقت از ملک خود، از مملکت خود ناشکری نکنند و هیچ کجای نروند. انشالله خداوند رزق همه را در کجای نباشه میتن. تشکر زیاد، سلامت باشه. شما روزنامه اویله را دیدید که درباره شما نوشتند؟ البته همه گازت اویله را خوندم، بسیار خوشحال شدم و خواهان آنم و خواهش میکنم ای همه زنها که به یگان شرکت باور نکنند و هیچ جا خودشان را محتاج نکنند نشوند. یعنی تشکر. شما درباره زندگیتون کامل گپ میزدید. این قدر فرزند چه عهده میکنین؟ هر یکی باید چه زپامینت میگن که روسو با خاطر میاره که کی چی نام داره. 15 فرزند آسان نیست. البته من شکر میکنم، من شکرانه خدا میکنم که خداوند مرا چنین فرزندای زیبای دوستریک دادن. کی فرزندش رو نمیداند، کی فرزندش رو نمیداند. حتی چشمت رو بجه که فرزند رو میدانی، میشناسی. فرزند چیزی نیست که گویا که اینش را از دیگرش گویا جدا کنی و ای کنی. همش را یک میبینم، همش را دوست میدارم. تشکر زیاد. چه وقت میوبه با کاری خانه شما در سوال کی یاردم میکنم؟ البته من در خانه شکرانه میکنم که من در خانه یگان کار نمیکنم. من در خانه فقط شکرانه فرزندا را میکنم. کار خانه را همین فرزندا خودشون میکنن. تشکر زیاد. شما شوهرتون نغز دیده گرفتگی؟ من طلبه مکتب بودم. وقتی اگزامینو بود، مرا 14 ساله بودم، مرا به شوهر دادن و خیش بچه عمم. من هیچ چیز او وقت نمیدونستم دوستداری چی است، عشق محبت چی است. وقتی که من زندگی کردم بعد با مرور زمان دوستش داشتم. البته تا حاضر دوست میدارم. تشکر زیاد. وقتی اومده امی چی خیلی شما چرا انتظار بوده که اول شوهرتون پیشواز میکرده که کودکا چی میخواسته؟ در خانه؟ ها در خانه. وقتی که من اومدم در دوشنبه شهر رسیدم، اول کودکا پیش من اومدن. گریسته نه؟ خوب ای شدی تو؟ البته من به هیجان بودم. من باوری هم نمی اومد که همین فرزندا پیش من اومدن. من با همین گویا که رو پرو شدم. هیچ خیلی خودم رو حس کردم، ندانستم که تشکر. شما میخوای فرزنداتون کجا خونن، چی شوند؟ البته من روی خاطر فرزندا خواستم عربستان رفتم. من همین خواستم که اینا کجا شدم. دو تا دخترچه دارم، مکتب ختم کردم و پسرم. خواستم که در آینده یگان چیز شوند. خدا گفتم بتا در پیری بتا من همین فرزندا را بخوانم تا اینکه یگان چیز شوند. من در آینده مثال هیچی گردن کج نکنم، شکرانه همین فرزندا را کنم بشینم در خانه. من به این خاطر رفتم. زنهای عزیز، من مادر 3 فرزند هستم. مادری که 15 تا فرزند گزیده هست در همراهم. من میخواهم که من باور کردم و گپای درست باور کردم رفتم، لیکن خواهش دارم از شما، خواهش میکنم که شما باور نکنید. شما به این